مثلا اون وقتی که من جربات در این که میانداختم فهمیده؟ دیده؟ بزرگای همه وقت را که بگیم کلانای دیگه هوایو میگو که جنوبی امیر میگه ما مثلا با امیر گریزه دختر نمیتیم هم میگرفت از سیام برام بخورم دیگر ما جوشان نثار شما باشد عزیزان دل. این لحظه باز با همون سیاحتی که داریم سفر کردیم و یک گوشه نزدیک به شهر دوشنبه که از مرکز شهر دوشنبه در مسافه 18 کیلومتر قرار گرفته است، در شمال شهر دوشنبه دهه عرقچین ناحیه ورزا. این دهه بسیار جای تماشاباب است، جایی است که نو بسته از اونه که به مرکز تاجیکستان به پایتخت نزدیک است. انا همون جای‌های رو دارد که ما امید می‌بندیم در دوام نوار شما تماشا میکنید و لذت میبرید. مهمترین چیزی که ما رو در دهه عرقچین در یک خاک خوب و یک دهه بسیار فارم هوا به خود جلب نمود، این انا همون یک شاعر نامدار تاجیک است که با نام سعدالله ربیعی یاد می شود و در درآمدگاه دهه اصلا همون جایهایی که باید به تماشا کردن می ارزند و باید به نوار گرفته شوند در ان همون آغاز دهه قرار گرفتند و شروع کرده از ان همون آثارخانه سعدالله ربیعی که حالا در طرف چپ ما در این طرف قرار گرفته است و بعدا باز دیگر قسمت ها هستند که مثلا جای یادبود شهیدان جنگ بزرگ وطنی، بعدا یک مزار دیگر هست خوب اونجا مزار شهیدان یاد می شود و دیگر جایهایی که در دوام نوار تماشا خواهیم کرد. سراول ما از همین آثارخانه استاد دیدن میکنیم، تماشا مینماییم اینجا رو و بعدا سیاحت خودمون رو دوام میدیم. نجمیدین یتیموف هستند در صحبت ما، آموزگار فن زبان و ادبیات مؤسسه تحصیلات میانه عمومی دهه عرقچین و که به نام استاد سعدالله ربیعی گذاشته شده است مؤسسه مذکور. این عکس مربوط است به همون شاعر شیرین کلام، به همین شخصیتی که امروز سبب گشته است اینجا آثارخانه بنیاد شود، اینجا سخن اطراف اون کس شود. خب سعدالله ربیعی هستند. میتوانیم بگوییم که سعدالله ربیعی اولا شاعر، گردآورنده اشعار بوی فرهنگی و اشعار بوی فولکلوری مردم تاجیک و خصوص محله یعنی دهه عرقچین میباشند. خب اگر که اطراف ایجادیات و اطراف کارنامه‌ای او بخصوص در تشکیل حکومت نوی شورای سخن کنیم، خب خیلی وقت زیاد میگیره. اگر که با اشعار ایجاد نموده او به صفحه‌های کتاب‌های او نظر کنیم، ما شاهدی مهنت و مشقت و ایجاد این شخصیت بزرگ میگردیم. در ردیف اون که سعدالله ربیعی چگونه معرفی شده، این آثارخانه چگونه بنیاد شده، آثار او در همین خیلی شکل‌های زیبا و خواندن‌باب حتی به خط فارسی به دست خواننده رسید، ما آگاه شدیم و باید هم قید کنیم از خدمت‌های یک نفری که برای پاینده ماندن نام استاد سعدالله ربیعی خدمت‌های شایان کردند. حالا در برای ما قرار دارندشان استاد کریم مرادov هستند. دسترس کردم شعرهای ازبکی که در شعرهای ازبکی خود زیبایی شهر تاشکند و دوستی خلقهای تاشکند را به نهایت ترنم کرده است. ما همچون مجموعه من کتابچه ترتیب دادم، افسوس که نوارم خانه در کتابچه از این مثلا من درباره آثار ازبکی شاعر با اتفاق نویسندگان تاجیکستان خبر دادم که همین طرح شتا که دستگیری کنن اونها شاعر.
اگر با ایجادات دوره اولی شاعر میرزا سعدالله ربیعی نگریم، شاعر میرزا سعدالله ربیعی اول ایجادات خودش با تخلص حصاری عشق آغاز نموده است. مثلا بینگر به چشم عبرت شاید رسی به دلبر، اندر حصار عاشق دیگر نشان بیابی. اگر با خریطه کهنه نگریم، البته ما در موضع جایی هستیم که در آنجا با وادی حصار تعلق دارد و امروز بسیار مهمان‌ها چند روز پیش همه مهمان شدن به فخر افتخار و ما امروز فخر میکنیم، افتخار میکنیم که میرزا سعدالله ربیعی را نه اینکه در حدود ناحیه مرز بلکه در تمام جمهوری و به خصوص هوادارانش در وادی حصار نیز وام می‌خورند. خب حتی از ناحیه مسجلی ولایت سوت مهمان آمدن و نسبت ایجادیات و ثمره مهنت ادبی شاعر میرزا سعدالله ربیعی توجه خاصه داشتند. و چون از عجابت کوهستان سخن می‌رود، حالی همین اسبابی که در دست ما قرار دارد این چرخچو نام دارد و اساساً استفاده می‌شود در دهه‌ها، چون مردم تاجیک هزار ساله‌ها که همون فرهنگ و تمدن بای دارند، در هر یک چیز یک محصولات و یک اسباب معین خودشون دارند. این اسباب از همسر استاد سعدالله ربیعی است، برای دوغکشی در این شکل می‌شود. این تایی باش بچه نامه بره اینه در کجای گیر میکنه بلندی هوای هر چه آزادیسته مثلا اون وقتی که من جربات در این که میانداختم فهمیده؟ دیده؟ انا کنترل مدرای خیلی میکردن و تا خلق من و دیار من هست بجا، شعر من و نام من بجا خواهد ماند. این همون شاه بیت است که از سعدالله ربیعی مانده و امروز در آثارخانه ایشان محفوظ می‌گردد. شاید ربیعی می‌دانست که پس از او و پس از زندگی او آثارش، زندگیش رو کسی پیدا می‌شود، کسی زنده می‌کند، دوباره احیا می‌گردد. سفر حج می‌کنه. همینجا پای پیاده از حج رفته گست ما در آخرای عصر 17 و اولهای عصر 18 300 سال زیاد شده دیگه که اومده یک شبانه روز همینجا مهمون میشود همون راه گریز شده ببینم خریده راه گریز همینجا یک شب همه بزرگای همین جهه یک امیر بوده که گفت مهمانداری میکنن شهر ضیافتی بسیار میکنن بعد امیر پیشنهاد میکنه که مثلا چخیلی که همین امیر بخورو داماد شما شود یعنی که زن طلب میکنه یه مثلا شما اومده یکون دختر رفته مثلا همین بزرگای همه وقت را که ببین کلانای دیگه هوایو میگو که جنوبی امیر میگه ما مثلا با امیر گریزه دختر نمیتیم اگر مثلا به شما چقدر اسب و گوسفند در کار باشه و تشکیل میکنیم لیکن همچو امیر گریزه ما با دامادی قبول کرده نمیتونیم برای که همین دربه ما تعن میشود مثلا در شأن ما نمیشود که مثلا امیر گریزه ما باور کنیم همین با گفت یکی بگیم که گذشتگان کلانترهای همین کتاب بعد که امیر میمونه میره همون عسکرای وی بازگشت کرده آمده مثلا همین آدمو میکشن
راستی یک چیز جالبی دیگر که ما رو وادار کرد که ببینیم اون چیزها رو در فیسبوک یک قصه خواندیم در صفحه بای محمد علی راهبرد ما که امروز سبب گشتن بیم به این دهه زیبا منظر و لحظه فراغت نماییم تماشا. انا همین چنل ها بودن اونجا یک قصه جالب میرفت اطراف این چنل ها تاریخ اونها یعنی چگونه انا همین دو چنلی که در نزد بینای مسجد قرار گرفته است تاریخ زیاده از 1000 ساله دارند و با همون روایت ها و اندیشه های مردم دهه عرقچین این چنل ها افادهگر تاریخ و تمدن همین دهه عرقچین هستند. اینا بازگو میکنند که 1000 سال مقدم هم در همین موقع در همین جای دهه عرقچین اصلا وجود داشت و عرض هستی میکرد و واقعا بسیار جالب است که والا همین خیلی شکوه و شهامت قامت افروختند درختان بزرگ در فراز یک دهه کوهمنظر. بچه‌ها مردم ها 40-50 هزار روزه حج میرن. من حجی من هوایی. حجی که 1000 سال آدمو سرخانه که فلانه ساختگی. البته همه حج رسیده. دوستان عزیز بعد از یک سیاحت خاطرمان و نشستن و صحبت کردن سر یک پیاله چای در خاندان استاد معلم نامدار و محقق محلی اون نفری که سالیان سال به همون جمع‌آوری و تحقیق آثار سعدالله ربیعی شغل می‌ورزیدند استاد کریم جان مرادوف و بعدا همون نشستن در سر یک پیاله چای اون نفر حالا راه میگیریم به جانب دوشنبه و با همین سیاحت ما در یک دهه کوهمنظر به انجام میرسد و در این هوای گرمی که واقعا طاقت فرسا بود در این دهه ناحیه ورزاب که یک هوای خوب و یک هوای سوکین حکم فرما است بسیار خوب و نیک بود. یک سفر خاطرمان هم بود. زنده و سلامت باشید تا سیاحت دیگر خانه آباد و سربلند. خیر.